درست نشستن به میزان فوق‌العاده‌ای توانایی استفاده از ذهن و بدن رو بالا میبره. وقتی در وضعیت درست می نشینید، اسکلت شما راحته، عضلات راحتن، اندام راحته و تبادل انرژی در بدن شما راحت انجام میشه. اما اگر بدنتون رو ولو کنید روی صندلی، روی مبل و یا هر جایی، دچار مشکل میشید. و یا اینکه حتما دقت کردید وقتی با ماشین مسافرت میکنید و با حالت خاصی بر روی صندلی ماشین نشستید، وقتی به اونجا میرسید بسیار احساس خستگی میکنید، به خاطر که در اون وضعیت شاید عضلات شما راحت بودن، مفاصل و اسکلت شما راحت نبودند، لذا شما احساس ناراحتی میکنید. مثلا اگر خودتون رو شلوول بگیرید و آویزون باشید، بدن حالت زوزنقه‌ای تکون میخوره، مفاصل آسیب میبینن، اسکلت آسیب میبینه. بهترین حالت برای نشستن این هست که با کمر صاف بنشینید و طوری بنشینید که بدنتون بیشترین تماس رو با سطح زمین یا هر سطحی که هستید داشته باشه. نه تنها بخش کوچیکی از بدنتون تماس داشته باشه. در این صورت فشار و سنگینی پخش میشه. با نشستن اشتباه نه تنها مشکل برای اسکلت بلکه برای مفاصل و عضلات هم ایجاد میشه و همینطور مفاصل دارای غلظت گره‌های انرژی هستند. لذا با درست نشستن باعث میشه که اونها رو فعال کنید و همه چیز در سیستم بدنی شما جون بگیره و شعله‌ور بشه. برای این منظور ما تمرینات یوگایی زیادی داریم که میتونه بدن شما رو قوی تر کنه، هم از لحاظ اسکلت، ماهیچه، مفاصل و همینطور جریان انرژی. امیدوارم این مطالب برای شما مفید باشه. خوشحال میشم که نظرات ارزشمندتون رو در زیر پست به اشتراک بگذارید. متشکرم.